تا همین 3 سال قبل آسمان شهر کابل پایتخت افغانستان محل جولان بالگردهای آمریکایی بود و خیابانهایش نیز تصویری آمیخته با خشونت داشت. اما امروز کابل به دنبال تصویر جدیدی است، تصویری از نشاط و امید به آینده. شهرداری کابل در نمایشگاهی با عنوان تصویر جدید کابل، چهره دیروز و امروز کابل را به نمایش گذاشته است. افغانستان از لوث اشغالگرا پاک شد، تخلیه شد و امروز مرحله دوم ما روبرو هستیم، مرحله تخلیه، مرحله شکوفایی. در عکس‌ها به صورت مقایسه‌ای وضعیت شهر کابل، آنچه که در دوران اشغال آمریکایی‌ها بود و آنچه که اکنون انجام شده، به تصویر کشیده شده است. این کارا همگیش انجام شده، اما امروز به خاطر این می‌خوایم دوباره بازگو بکنیم که ببینیم از کدام حالت به کجا آمدیم و حس امید و در این حال‌ها آرامش را در ذهن مردم دوباره زنده بکنیم. هزینه همه طرح‌های زیباسازی و بهسازی کابل که در حال اجراست، بیشتر از هزینه چند روز جنگ آمریکایی‌ها در افغانستان نمی‌شود که ادعا می‌کردند هزینه می‌کنند. هر کس که از خارج کابل حالی ببینه، منظرهایش ببینه، این سابق اول خود به خودش برش معلوم میشه که سابق چه قسمی کابل بود، حال چه قسمی است. جای قابل تعجب است که در خیلی کم وقت خیلی پروسه بزرگ از زیر کار انداخته. نیاز امروز مردم خسته افغانستان از 4 دهه جنگ اکنون در کنار رفاه و توسعه، امید و نشاط است. باید ما کار کنیم و ملت ما خوش باشد که ما خوش باشیم، وطن ما جور شود. مردم افغانستان اکنون خودشان برای آبادانی و شادابی کشورشان دست به کار شدند و می‌دانند که هیچ اشغالگری آبادانی نمی‌آورد. اینجا یکی از مشهورترین خیابان‌های شهر کابل است، به طوری که بیش از 10 سفارت و وزارتخانه در همین محدوده قرار دارد. این خیابان امروز در حالی بازسازی می‌شود که 2 دهه قبل نیاز به بازسازی داشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.